کیک زرافه یکی از جذابترین کیک های عصرونه است که امروز میخوایم با فر دستساز بسازیمش. بی نهایت خوشمزه و خوشبافته. پیشنهاد میکنم حتما ذخیرش کنید. در ابتدا زرده و سفیده تخم مرغ ها رو از هم جدا میکنیم. کمی سفیده ها رو میزنیم تا از لختگی در بیاد و بعد 100 گرم شکر رو کم کم بهش اضافه میکنیم تا کاملا فرم بگیره. روغن و شیر رو اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. آرد قنادی و بیکینگ پودر رو که از قبل الک کردیم به موادمون اضافه و به آرامی فولد میکنیم. حالا برای قسمت زرد رنگ زرده ها رو به همراه شکر هم میزنیم تا تغییر رنگ بده. در حین کار حتما دور ظرفتون رو تمیز کنید. روغن و شیر رو اضافه میکنیم و در حد اینکه ترکیب بشه هم میزنیم. یک قاشق غذاخوری زعفران دم کرده غلیظ داشتیم، اضافه و ترکیب میکنیم. آرد قنادی، بیکینگ پودر و وانیل الک شده رو کم کم اضافه و به آرامی مواد رو ترکیب میکنیم. کف و دیواره های قالب سایز 25 رو چرب و آردپاشی میکنیم و مواد زرد رنگ رو داخل قالب میریزیم و روش رو پودر کاکائو الک میکنیم و بعد مواد کرم رنگ رو میریزیم و روش رو پودر کاکائو الک میکنیم. به همین ترتیب مواد رو روی هم میریزیم و بین هر لایه پودر کاکائو الک میکنیم و داخل پر دستسازی که از قبل گرم شده به مدت 45 الی 50 دقیقه زمان میدیم تا کیکمون مغز پخت و طلایی بشه.